الو الو مرحمت گوش میکنم گپ زنید. السلام علیکم اکا. و علیکم السلام. همچه رادیو امروز आहे؟ بله بله. اکا جان ما در رادیو پگاه در کنه. مشتری محترم گپای حقیقت گپ نزنید شما تمام جمهوری گوش میکنم. نه برای قما پگاه گفتم که من پگاه یا تلفن دارم لیکن پگاه بفروشم شما. برای اوخا. مرحمت گپ زنید. تلفنتون چی داره؟ ها ما چی داره اینا سوراخ گیره ما چی داره تلفنم سر توی اکا. اما چی داره؟ بسیار خوب. وایبر داره برادر وایبر. اوه وای ایمو داره؟ ایمونش که بو؟ برادر ایمو نه ایمو. ای اکا من خیلی چه نمیفهمم راستیگه. بسیار خوب. برادر گوش کن. شرایط چقدر شرایطتون؟ ایتر تون بمونه همون رادیوتون. اما که شرایط می داشتم تلفن ما در فروش نموندم. از یک مادر پرسیدم گفتم کدام فرزندم را دوست می‌داری؟ مادر گفت همان فرزندم را دوست می‌دارم که در بستر بیماری است. تا شفا یافتن فرزندی بیمارم را دوست می‌دارم. بازم به مادر سوال کرده پرسیدم بیشتر و بیشتر کدام فرزندت را دوست می‌داری؟ مادر گفت همان فرزندم را دوست می‌دارم که در غریبی است. تا از غریبی گشت آمدن فرزندی غریبم را دوست می‌دارم. بازم به مادر سوال کرده پرسیدم بیشتر و بیشتر کدام فرزندت را دوست می‌داری؟ مادر در جواب گفت تا جان در بدن دارم همه فرزندانم را دوست می‌دارم. برای بزرگی مادران کسی که مادرش دوست می‌داره کفتوگی بلند می‌زنه. Сука. Лаганыш қачайды оңа мұны.